اگر تلاوت درست و به جایی باشد، دو فایده مهم را باید به ما بدهد. یکی این که معنویت ما را، روح معنوی ما رو تعمیق کند، عمق ببخشد. ما غرق در امور مادی هستیم. انسان‌ها احتیاج دارند به توجه معنوی، به روح معنویت. این با تلاوت قرآن حاصل می شود اگر خوب تلاوت کنیم قرآن رو. این یک. دوم این که به فکر خودمون و اندیشه خودمون مدد برسانیم و اونها رو تغذیه کنیم از معرفت قرآنی. یعنی قرآن هم در دل ما اثر می‌گذارد، هم در ذهن ما اثر می‌گذارد.